این ماشینی که پشت سرم می‌بینید یکی از جنجالی ترین رولز رویزایی هستش که توسط منصوری ساخته شده. این خودرو یه رولز رویز کلینان هست که حسابی عوض شده. من میخوام باحال ترین قطعات به کار رفته تو این خودرو بهتون نشون بدم. اگزوست‌های این خودرو که حالا 4 تایی شدن، هر دو طرف لوگوی منصوری داخلشون وجود داره. این قسمت پایینی یه دیفیوزر کاملا متفاوت با نسخه اصلی وجود داره و یک چراغ اضافی هم اینجا داره که چراغ ترمز هستش. یک باله اضافی عقب که روش منصوری کاملا نستعلیق نوشته شده و رنگ ماشین که این قسمت ها منصوری به صورت نستعلیق تک تک قسمت های بالای خودرو نوشته شده و اینجا امضای منصوری وجود داره. رنگای این خودرو کاملا شخصی سازی شده است و از جنس طلا هستش. بله درسته، طلای 24 عیار. نه فقط اینجا بلکه لوگوی زیبای روح خلسش هم از طلا استفاده شده. رو نگاه کنید، اینا طلای خالصن. این قسمت‌های دور تا دور به جای کروم حالا دیگه طلا هستن. دستگیرای در از جنس طلای 24 عیاره. این خودم که اینجا مانیتور به شکل زیبا باز شد، این قسمت‌ها تماماً از طلای 24 عیار ساخته شده و به جز این قسمت هم که لوگوی منصوری به بزرگی نوشته شده که در اصل نور محیطی خودروه که کاملا شخصی سازی شده است. این هم که ستاره‌های معروف رولز رویس هستن که توسط منصوری دوباره شخصی سازی شده. حتی این قسمت صندلیام طلاست. اینم از صندلی‌های زیباشه که صورت نستعلیق نوشته منصوری و کمربندهای منصوری بازم که با نخای طلایی دوخته شده. قسمت تو نور محیطی خودرو منصوری نوشته شده تو چراغ LED. این دگمه شیشه بالا بر این دستگیره در و این قالب اسپیکرها اینا هم حتی از طلای 24 عیار هستن و در خودرو هم به صورت کاملا برقی بسته میشه. فقط ردیف عقب این خودرو نگاه کن که چقدر خفن کار شده. این قسمت های اینجا قسمت تهویه هوا، این قسمت که در اصل یخچال خودرو هستش و اینجا لیوانای شامپاین وجود داره. یک موتور 12 سیلندر 6700 سی سی این ماشین داره که 650 اسب خور قدرت تولید میکنه و روکش روی موتور هم کاملا شخصی سازی شده. به صداش گوش کنید. مثلا قرار رولز رویس باشه ها خیر سرش.